کجیر کاکا جو کاش که میرفتیم تو دلچینی از این تا سهرا قرار که دیگه کمک اخله چیزی میچیندیم میاردیم همینا رو آتش میکردن قرار. بله سلام علیکم کاکا جان، زنده باشین سلامت باشین. شکر فضل خدا خوب امانه. دلچینی هم اینجا شیشته خوبه، کجیر هم خوبه. سلام به شما میگم. مادر نام خوبه. خب شیشته میفهم کنی یک سال تیر شده. خب سعی کنیم کاکا جان شما نگاه کنیم گپ شما سه خدا بیامرزه پیرک از اینا یک سال میشه محتاج شده بی خب بالاخره فوت شده بی یک سال میشه از این مسئله تیر شده. همه اینا به پیش مادر خو هستن، مادر اینا به می سرا هسته. اگه اینا گوش نمونده مادر اینا گوش نمونده با شما بیاین دختر خو نواسا خور بگیم میباریم. خونه درسته او که بجام خوار مانه دیگه او میگه مرم نیه یا مرمیم یا نیه زن برار آدم بجام خوار آدم دیگه. میفهم که شما این گپ نمیگیم، من میفهم، من گپ شما بگرفتم. نه مسئله خرج برجی نیه، خدا روزی اینا رو میده. مسئله بزرگ گپ نیه، هرچی ما بخوریم اینا هم میخورن. خب پس شما خیلی که شله مال چیز میکنیم یعنی دیگه نیت نداره که دختر شما بزی خونیم و زندگی کنه که سعی کنی چه کار میشه سرنوشت بچه های خودی ها. خب پس اون مسئله که هست بیایم یک چیز کنیم دختر خود ببریم. نه من به هیچ عنوان نمیگذارم. نه من به چا برای خودشتا میگذارم که برم اینا. اگه به حساب قانون هم سعی کنیم کاکا جان اینا به ما میرسه. اگه با مسئله بی قانونی کنیم یا غیر قانونی کنیم اینا با ما میرسه. به خاطر ازی که اینا به برارزاده من هم اینجا باید باشن دیگه. شما که دختر خود باید نبری. نه به هیچ عنوانی گپر نزنی پلیتر اگوش خبیری کنیم یا غیر. خب میاین گپ میزنی بیایم هم نمیگذاریم کاکا. نه خداحافظ. چی بیو؟ میزنم بابی تو چی ماستم کاکا؟ آنی گیل لگان یک سال میشه دوماد ما خدا بیامرزه فوت شده. من میام دختر خو نواسا خور میبرون دیگه که اونجا دیگه چکار فلان و بامدانه. شما دو نفر اینجا میسته که میام خود مادر خو میریم. خود مادر خو میریم. نه کاکایمه این خونه شما نه. شما دو نفر به کل مادر شما که ببرم بابو شما با ما میرسی. ما خود مادر خو نمیرم. نمیری؟ نه نمیره. نه ما خود مادر خو میریم. مادر ما با ما خیلی زحمت کشیده. اگه سیر بودیم اون هم سیر بوده، اگه گوشنه بودیم اون هم گوشنه بوده. او شبا تا صبح به پیش گاد ما استاد بوده، ما گاد داده کرون کرده خورده. کاکا جان حالا ما خودی شما بستیم خودی مادر خو نریم. کاکا جان زحمت ها مادر خو بیوده کنیم به مخنی. بابو تو میگم دیگه مادرتون بزی سرا نمیگذارم. این سرا شما نه. شما بزی سرا حق داریم. نصف از این سرا از من نصفی از شما نه. کاکا جو مادر ما بسته میستم نست ما بران ما میری. مادر ما خب سر ما حق داره. حق داره. این حال این معامله پیر نداری. تو به کاکا خو به بابو خو میرسی. یعنی به پیر مادر خو نمیرسی. نه ما خودی مادر خو به پیر نمیرسی. به پیر مادر خو نمیرسی. نه ما خودی مادر خو میریم. که وقت دلچینی بده سکو در سلوکینه. وخی میده کاکا جو. بله یا باسه سلام گیلا اشتنی بیا بشی بگو اشتنی گیلا شکر خیراته الحمدلله بالا خیلی تو کدی
میرم دیر میشه میرم بیا حالا خب گله من بیا حالا کمی خوارزاده خوب ببرم بیا تو زنگ زدم به من خب من نمیرم. اول کسی که تو آدم هوشیاری فهمیدی نیه که بله. نفهمی به قانون هم اگه سعی کنی خوار تو بعد میبیده که سرنوشت این به چای معلوم میشد ها حالا که با پیار تو میگم ما چون مرم نیه و نامرم و فلان و بامدانی که پسخنا نیه و بجام خوارمانه خوار تو خوارمانه راست میگی اینا هم برارزادا منه خب انا با شما که میگیم ما میبریم خوره خورونه بزی خونه برو ورده ببرد اما بچه ها خوارزادات رو من ما نمیگذارم میریم کاکا خب انا سه ما گله نمی‌ستیم. جان تو همین 1 سال که شما اینا رو جمع کردین خرج دادین پوشاک کردین خیلی بین خونه شما آباد دست شما درد نکنه خب انا بیان میگفت تکبور داده خورم و دار بیار خوارزاده خورم انا بیان که همه اینا رو ببرم تا مال که اینا رو جمع کردین خیلی بینیم خب ما 100 سال دیگه هم باشه تا اینا رو زن خونه ندم او وقت خیلی. جدا نمیکنم نه ما اگه خیلی بینیم نه، برو خوار خبر دار. ما خواه خواه اینا نه خواه خواه نمیبرم مدرکجی مدرکجی بفهمیدی اینو نباشه برو خواه خواه خورتی ها خواه رختا خورم برخ کن مدرکجی بله تو بیا بشی یک بزن برارم اینجا خوبی سلامتی برار. شکر شما خوبین شکر. یاده ما بیام که شما رو آور دارم ببرم خوارزاده خورم میمونی؟ نه میرم اگه اینجا خیلی تا حالا که شما جمع کرد میرم سرم برم سر بابا خوب. آه پیارم گفت تکبور دادی خبر دو بیا تو این دیگه میبینی یه نگو گله جان سه چی میگم یک دقیقه گو گریه بابا گریه نکنین، بابا. به ترکیه و به آلمان کنه میبونه که پیش شما دور کنه آقا میفهم امریکای وقتی چی شمیر من میبینم چیشم به درگه میرم به چای وا بشه خب اینا که دور نمیبونه زن برار من حال که خدا ناتر شیر به مواد مخدر آغشته کدوم تو او که برای کار خوب مردم دیخ شدی برات دادیم برات نمیشه خواسادم بگو عمودم بیاری پیار تو زنگ زدم خیر بینیم خونه شما با تا با می فرصت جمع کردیم من دختر خونه واسا خور میبرم اینا که به تو نمیرسه به قانونی به شریعی سعی کن اینا به تو نمیرسه وی بچه ها من نمیده. بچه ها تو به تو میدم خب دیگه مجبوریم بدیم بچه ها خود 100 سالم اینجا بسته که خونه تونه و فهمید حالا که پیار تو زد کردم میگم برو خود تو میری برو اما بچه ها تو حالا نمیدم خلاص رو بکنه میگذاری ببرم نه چی میگذارم تو من گپ نمیگه باشو پیار خود زنگ زنم ما اینجا از گیم اومد مسئله خوب کاکا به هر جا مدر مبره من خودیو میرم بچه ها همین اینجا سر خوش اشاره بیان. باشم دیگه من هیچ غمی ندارم. تو اصلا تربیه نداری تو فامیل تو تربیه نداده لجه ما با شما باره فهمیدی میگفتم که گپ پزور میزنی تو یک وجه قطعتون به تر گوشتتون 100 ملاق میزنی اما سه امال 20 تا دیگه 120 تا میزنم گپ بله بابا سلام خوبی بخیریم بابا بیانم سرا خوار خانجا گله کم شیشته با یا سر بگو با گپ نمیغزه ما گپ زنم برای میگم من خور میبرم خوارزاده خور میبرم خیلی برین تا مالک جمع کردین خود زد کرده مردو تو پاک به یک کش کرده که نمیغزه خوارزاده ببرین همون خواه یک که ببرن بگم خودی گپ زنیم چه پیار بله کاکا جان از این جتابم خودت ریاست جمهوری امریکا به دست شما آزاد باشه بابا ایلا به ها شهر هر طلبه یک چیش تو گریه کنه یک چیش تو خنده کنه میبرم تا آدم موسفیدی تا گپار نمیزنه این بچه شما چی یاد گیره بیا از این میته بی تربی بی عقلی چه هسته گپ نزه چپکه نه با خبر ورده برو بابا برو چیکار کنه خودی از دینا بزرگ برد نمای بشی نری برو تو بخی برو خوی میزنه دستش نمیگیره میگیریم نه میبرم. نمای کبری برو بشیم کبری دیگه بخی. نمای کبری بذار که پیارت بیا خودی گپ زن برو نه جان خود پیارم برو میاد دیگه به سلام نایه برو من تا بابا. بچه ها خونه گیرم نمیرم. داده برو. بس پیارم میاد بزرگ آه بخور برو بگم پیار برو. دیگه بیایه. بی تاگ از این دست تو ندیش بالا گپ مفلت کلی بلاک تو سایکو برو گپ مفلت حیف خدمت به شما
میگم خصوص برجویوز از جگدات نکشین هر غم نباشه مگر به چهار من پیار تو میگی یک چیز تو خنده کنی یک چیز تو گریه کنی من نواسا خور میبرم اول راست شهر میگم دیگه، راست پولارزاده منه خب باشه دیگه به چهار هم که هستن بچه تو به تو نمیرسه برو از هر کس میپرسی بپرس تو که به دنیا نوردی نه تو به دنیا نوردی راست میگم تو با وقت خودت من تلگان بیشتره. میخوالی میفهمی آه مادام همون مرارک با دست تو معتاد شد بیخی دست فهمیدی شما تو اگه زنی میبینی معتاد نمیکردی فقط تو معتاد نیست تو هم که معتادی تو معتاد فسفس نکن فقط معتاد سر قیافه رو نگاه که من خود معتاد و گپم میزنه فقط تو معتاد نی اما چند دفعه تو تچو کتا سر گیر کرده بود سهد رماد به موتو سرکلی کوکا و موتو دو بطاره گرداره بابا هرچی بوده بابا هم برار تو بیده دیگه موتو دو مگر بیا پیش کوکا به سرکلی و شگیدی کنم تا شما من نبرم من نمیرم بفهمیدیم هر جا که رفتم شما دوتا رو میبرم نه که به تو بگم تو اینجا بابا بستگی بفهمیدی من میفهم که تو دلت نه بابا تو با میبرم خدا کلی تو به دیوار میزنم اشته تو خودی با در نمیری نه یالا بیا سلام خوبم کوکو دلچینی کوکو جو برو بزو هفته بشی ای برگه بشی یا برو هفته بشی خب گیلک جان بالا خیلی جیل بالا چیکار میگم قلدر؟ بله چیکار میگم قلدر؟ با قلدر شده از شما همین کارا خور به کل اشتباه میگیم چره؟ همین قلدر چی معنا میده؟ کل شخ ها قهرمان بله هر کس که عقل خور بستون در دو کل شخ و قلدره بالیا آخی سعی کنی شما که آدم مستفید سعی کردم همین برارزادامه خب همینا شما برای مقیمی خلق آدم بپرسید که به شما میرسه یا به من خب ایتا قلدر شدی ایتا کله تا کار میکن نمیگه آکا گپ چی میگه اختیار نواسا خدا رو چی میگه قلدر اختیار نواسا خدا رو به خدا برابر یک سر شدن یک لکوان کم کن مسخره شد مسخره شیطون که قیافه شمانه عبرت کردی خوب نه همه هرچی بزرگ لیاز میکنی چی لیازه؟ چی گرد بکا که چی لیازه؟ بابا تو به قانون میفهمی به قانون نمیفهمه ها اشتباه همون میرسه ها همون مدرم حق داره بگردنه عزیز من کاکا جان چی؟ مولا پیش مولا بپرس اگه گفت بیا اینا 10 تا ببره بگم تو مینا میتونی جمع کرده هاش نمیتونی به جانی میمه چیز میکنه به خرج خود خوب بموندی به کل من اصلا تاشون پا میزنم از گوش پا میزنی گرد بکن کو بخزن که به بکن کجا میرم؟ بخونه الان میگه شهر خربیزه که به خونه خود میرم نه شهر اندونه کاکا اعصاب من خراب نکنی من تو به جایی که جا میشه به شما مراد بگم مرغ اصاب نداره ما مرغی ما کسی که کنه شخی کنه مرغ بگم بگو گپ و ملا رو گوش میکشیم یا نه ها چه گوشیم بشه خیلی بینیم شما بریم به مسجد خود به مسجد ما نریم خب بریم به مسجد خود خود خب بگیم ملا صاحب خب من دومادی دیشتم معتاد بوده خوف بریم هر کاره بوده کار نداره خب دومادی دیشتم خدا بیامرزه 1 سال میشه فوت کرده آفرین من 2 تا نواسه دارم دختر خورم نمام که به منجی دیگه باشه خب همین نواسا به من میرسه یا به من کاکای میرسه اگه گفتد به کاکای میرسه که همون جگاه دیگه خجالت کشیم نه صبر کنید اگه گفتد به شما میرسه بیاین که من خرج 2 سالی دارم بودم من یک چیز بهتون میگم اگه من خود مولا بشیشتم به قانون میفهم اگه هم دخترم شوی طلب باشه بفهمید با اون نامزاددار کنم همین برادادا تو میرسه اگه به اون خونه به این خونه تو اگه بشیش تا زمان زنده باشه همین نواسطمان به اون دخترم میرسه من اون تو کار ندارم کاکا چیه کار نداره کاری خود این کارا خود چیز نکو گیده عزیزم بریم عزیز من نیه وقتی کوکوی وقتی بشی شور نکن به تخت خونه منو بریم نکنیم نگم اصاب من خراب نکن به تخت خونه منو بریم مولا بپرسیم آمه پرسان کردم من 2 تا لیستافید و مولا بپرسیم وقت پیش لیستافید هم نریم مولا بپرسیم لا اله وقت زندگی من میرم که قانون به سطح پیاده میکنم یا نمیکنم قانون به کرتی برخود پیاده کنیم
سعی کن پیاده میکنی یا نمیکنی؟ گفتی شما کشیدم نه که کاکا جو بری نه فهمیدی؟ نه تو هم دیروز هم میگفتی من خود مادر خون میرم نه با کجا نرم خود مادر خون نرو میرم کاکا جو میرم بابا خار و زار میشی مادر تو قمی نداره مادر تو هرچی نکنه او شو میکنه قمی نداره باش که شو کن خدا میتونم در دهن ازی بزنم که یکی از ما بخوره 16 تا من دو همسای ما نه شور نخونی من کس پدر چون آمده که دل چینی بری خوبه؟ نه کاکا دیوانه شده گردن بابا تا نرو زور تو با کمر تو بیا جلوی من بگی دلچینی اگه ما و تو خودی مادر نریم گردن ببند به این سرا کاکا هیچی پیدا نمیشه مگر اینو فلفل خودی تو بخونی اگه گوشنگی هر سر پلوک بند میریم خودی مادر خوبه؟ نه مرگ نه تو نرو میریم میریم آفرین آفرین